به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و گرامی. چه خوش است که کس در ماه قرآن در سفره قرآن نشیند. در این سفره خوش لذت با تأمل در آیات کلام الله روح و روان و قلب خود را غذا بخشد. راست گویم آنچه در دل مضمر است این کتابی نیست چیزی دیگر است، گفته علامه اقبال. راست گویم آنچه در دل مضمر است این کتابی نیست چیزی دیگر است. چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. این کتاب زنده قرآن کریم، حکمت او لایزال است و قدیم. ارج میگیرد از آن ناارجمند، بنده را از سجده سازد سربلند. رهزنان از حفظ آن رهبر شدند، از کتاب صاحب دفتر شدند. دشت پیمایان ز تاب این چراغ، صد تجلی از علوم در دماغ. گر تو می خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. دوستان گرامی، بیایید امروز در برنامه سفره قرآن روی آیه از سوره فاطر تأمل نماییم. ببینیم که خداوند عزوجل در این آیه مبارکه چه مژده داده است. در این سوره مبارکه آیه هست که آن را پیشینیان اسلام آیت القراء میگفتند، آیه قاریان. منظور حافظان قرآن نه، منظور کسانی که پیوسته قرآن میخوانند، عادت قرآن خوانی دارند. این آیه آنهاست. خداوند عزوجل فرموده، استعیذ بالله: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. یعنی به تحقیق کسانی که کتاب الله عزوجل قرآن کریم را پیوسته تلاوت می کنند و نماز را برپا می دارند و از آنچه که به آنان روزی داده ایم، رزق داده ایم، به محتاجان انفاق می کنند، خرج می کنند، آنان به انجام این عملها به تجارت امید بستند که زیان ندارد، تا خداوند پاداش عملهای آنان را به طور کامل بدهد و از فضل و کرمش مکافات آنان را بیفزاید. چه بسا مژده بزرگ، چه بسا مژده بزرگ از خداوند بزرگ برای کسانی که این عملهای نیک را دارند، این عادات شایسته را در خود احیا کردند و پایبند این عملهای نیک هستند. استاد مفسران، شیخ المفسرین امام ابن جریر طبری، اینچنین امام ابن کثیر در تفسیرهای خود روایت آوردند که چون تابعی بزرگوار مطرف ابن عبدالله شخیر تلاوت قرآن می کرد و روی این آیه می گذشت، می گفت این هذه آیت القراء، این آیه قاریان است، مژده قاریان است، مال قاریان است، چون که به آنان این مژده بزرگ را می دهد. منظور ایشان این نیست که آیه تنها حافظان قرآن، قاریان با مهارت قرآن را مژده می دهد، نه، بلکه هر مسلمانی که این عادت را دارد، پیوسته تلاوت قرآن می کند، با قرآن دوست است، با قرآن انس دارد، این آیه مژده چنین مسلمان است. دوستان عزیز، چرا در ترجمه قید کرده شد که کسانی که پیوسته تلاوت قرآن می کنند؟ زیرا اینجا نکته تفسیری وجود دارد. در این آیه کریمه فعل مضارع استفاده شده، کار برده شده که از نگاه نحوی عربی، بلاغه عربی، افاده تجدد و افاده به تکرار انجام یافتن فعل را می کند. ان الذين يتلون کتاب الله، یعنی همیشه و پیوسته تلاوت قرآن میکنند، این عادت نیک را دارند، این عمل صالح را، این عمل شایسته را همیشه به طور دائمی انجام میدهند. مژده برای چنین کسان است. نکته دیگر اینجاست که خداوند عزوجل اینجا نفرمود که کسانی که قرآن میخوانند، به لفظ قرآن تعبیر نشد، بلکه فرمود ان الذين يتلون کتاب الله، همانا کسانی که کتاب الله عزوجل را تلاوت میکنند، کتاب خداوند. یعنی اشاره به این که این کتاب بزرگ است، این کتاب شایسته توجه است، شایسته مشغول شدن به آن است، شایسته رو آوردن به آن است. کتاب خداوند عزوجل، کتاب آفریدگار آسمان ها و زمین را تلاوت میکنند. این تشویق به رو آوردن به سوی این کتاب است. نکته دیگری قابل توجه و دقت دوستان عزیز در این آیه عباره لن تبور است. یرجون تجارت لن تبور، کسانی که تلاوت قرآن میکنند، نماز را برپا میدارند و از مالشان انفاق میکنند، به تجارت امید بستند که لن تبور، زیان ندارد. یعنی این تجارت با خداست.
مثل تجارت های دنیا نیست که احتمال باشد که تاجر سود برد یا روبرو به زیان و خسارت شود. نه، تجارت است که صرف همه‌اش فایده است، زیان ندارد. بعد آنه که خداوند عزوجل این عادت نیک شخص مؤمن را، عادت قرآن خوانی را توصیف نموده، تحسین گفته، بر آن مژده داده، بعد این عادت نیک دو خصلت بزرگ دیگر را ذکر کرده، دو عادت بزرگی که مؤمن باید داشته باشد: و اقام الصلاة و انفقوا مما رزقناهم، پایبندی به نماز و اینچنین از آنچه که خدا به بنده داده است به محتاجان دادن و خرج کردن. یعنی اینجا خداوند عزوجل اولا بزرگترین عبادت زبانی را که تلاوت قرآن است ذکر نمود، بعد از آن عبادت همه اعضای بدن را که نماز است آن را ذکر کرد، سپس یک عبادت مالی را با این عبادت ها همراه ذکر نمود که انفاق بر محتاجان است. در ادامه آیه خداوند عزوجل این مژده بزرگ را ذکر نموده فرمود: لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله، تا خداوند پاداش آنان را به طور کامل عطا نماید. آن پاداشی که برای تلاوت قرآن است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح فرمودند به هر حرف قرآن که شخص مؤمن تلاوت میکند 10 ثواب 10 اجر برایش نوشته می شود. به هر حرف قرآن 10 اجر می گیرد. این پاداش را به طور پره خواهد گرفت. لیوفیهم اجورهم، این چون این پاداش نمازش را، پاداش انفاق مالش را، لیوفیهم اجورهم، به شکل پره به طور کامل این پاداش ها را خواهد گرفت. علاوه بر این و یزیدهم من فضله، فرمود خداوند عزوجل، و از فضل و رحمت و کرمش برای آنان اجر اضافی خواهد داد، زیادتی اجر و مکافات برای آنها خواهد داد. این اجر زیادتی چی باشد؟ مفسران مثلا امام ابن جزی اندلسی در تفسیر خود التسهیل لعلوم التنزیل میگوید الزیادة النظر الى وجه الله تعالی، یعنی اینجا اجر زیادتی که خداوند ذکر کرده به جمال خداوند عزوجل نظر کردن است که بزرگترین و بالاترین نعمت اهل جنت است. اینچنین امام ابن عطیه در تفسیر خود المحرر الوجیز گفته الزیادة اما النظر الى وجهه الكریم و اما الشفاعة لغیرهم، اجر زیادتی که اینجا ذکر شده، اجر علاوگی، یا نظر کردن به جمال پروردگار عزوجل است و یا شفاعت نمودن دیگران است. یعنی کسانی که این خصلت های نیک را دارند در روز قیامت می توانند کسان دیگر را شفاعت کنند، دستگیری کنند. در پایان آیه کریمه دوستان عزیز دو اسم زیبا از اسمهای بزرگ و زیبای خداوند عزوجل که همه اسمهای خداوند زیبا و بزرگ است ذکر گردیده. آیه به این ذکر این دو اسم خاتمه یافته: انه غفور شکور، همانا او تعالی به نهایت بخشنده و به نهایت شکرگزار است. اشاره بر این که کسانی که این خصلت های بالا را دارند گناه آنان را خداوند خواهد بخشید، آنان را عفو خواهد کرد و عملهای نیک آنان را شکر گفته خواهد پذیرفت. امام بغوی در تفسیر خود از عبدالله بن عباس مفسر یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت آورده که ایشان زیر تفسیر این آیه می گفتند یغفر العظیم من ذنوبهم و یشکر الیسیر من اعمالهم، خداوند گناه بزرگی این گونه نفران را می بخشد و عملهای اندکی آنان را می پذیرد. دوستان گرامی، این وعده های بزرگ و زیبا که در این آیه کریمه در عوض تلاوت قرآن وعده شده، این خاصی کدام ماهی نیست، برای همه سال است، برای همه عمر است. اما باز اگر ماه قرآن باشد، ماه رمضان باشد، تلاوت قرآن اجری بیشتر دارد. بنابراین چون رمضان فرا می رسید، پیشینیان اسلام هر عبادت نفل خود را کنار گذاشته به تلاوت بیشتری قرآن می پرداختند. مثلا امام ابن شهاب زهری تابعی بزرگوار، آنگونه که امام ابن رجب در لطائف المعارف نقل آورده که می گفتند اذا جاء رمضان فهو لتلاوت القرآن و اطعام الطعام، چون رمضان فرا رسد این ماه دو عبادت است، تلاوت قرآن و طعام دادن به روزداران. البته رمضان ماه همه کارهای خوب، ماه همه عبادت هاست، اما منظور ایشان این است که این دو عبادت علل خصوص باید در رمضان بیشتر انجام یابد. این چنین از امام سفیان ثوری، امام بزرگوار فقه و حدیث،
ابن رجب نقل می آورد که کان اذا دخل رمضان ترک جمیع العبادة و اقبل على تلاوة القرآن. یعنی امام بزرگوار فقه و حدیث سفیان ثوری هنگام رمضان می درآمد هر عبادت نفل دیگرش را یکسو می گذاشت و به تلاوت قرآن می پرداخت، زیرا در رمضان تلاوت قرآن اجر بیشتر دارد. و هر که از دوستان در قرآن خوانی نوآموز باشد و در تلاوت قرآن مبادا احساس زحمت و وزنی کند، هرگز ناامید و هرگز راه افتاده نباشد، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین شخصان را مژده زیبا دادند، آنگونه که در حدیث صحیح که امام بخاری و امام مسلم از مادرمان عایشه رضی الله عنها روایت کردند، فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران. یعنی هر که قرآن میخواند و در قرآن خوانی مهارت دارد، خیلی خوب میخواند، خیلی زیبا میخواند، این نفر همنشین ملائک بزرگوار خداوند است در آخرت. و نفری که قرآن میخواند و یتتعتع فیه، در قرآن خواندن زحمت میکشد، دشواری میکشد، احساسی وزنی میکند، خسته نباشد، ناامید نشود، له اجران، برای چنین نفر 2 اجر نوشته میشود، یکی اجر تلاوت قرآن و یکی اجر زحمت و دشواری. به امید استفاده از هر لحظه رمضان و به امید احیا نمودن در خود این عادت نیک و این عادت شریف بزرگ، یعنی عادت قرآن خوانی را. خداوند یار و مددگارتان.